خب آموزشی که امروز ما میخوایم مطرح کنیم در رابطه با اعمال سه‌بعدی ضوابط توسط نرم افزار سیتی انجین و استفاده از ابزارهای ویوشد، ویودوم و ویو کوریدور هست تا بتونیم کیفیت رویت پذیری و تحلیل مرتبط با آیزوویس رو در محیط سیتی انجین برای ضوابطمون تحلیل بکنیم. خب در ابتدا من بگم محدوده‌ای که ما خیلی شماتیک در نظر گرفتیم یک بخشی از خیابان ولیعصر هستش. خیلی به صورت شماتیک و ابتدایی ما مدل مثلا تئاتر شهر رو اینجا داریم و میخوایم اعمال ضوابطمون رو در درجه اول توی این محدوده داشته باشیم. اعمال ضوابط در واقع به صورت کد اتفاق میفته. ما یک کد از قبل نوشته شده داریم که شما میتونید ازش استفاده بکنید و ضوابطتون رو اعمال بکنید روی قطعات. من کد رو باز کنم روش یه توضیحاتی بدم. نکته‌ای که خیلی مهمه در استفاده از کد اینه که شما برای اینکه کد به درستی روی شیپ فایلتون کار کنه نیاز دارید که حتما 4 تا فیلد رو اگه با GIS کار میکنید توی اتریبیوت تیبل شیپ فایلتون حتما داشته باشید. این 4 تا فیلد به ترتیب مهمتریناشون یکی CP1 هست، یعنی شما باید یک فیلد بسازید به عنوان CP1 و اونجا سطح اشغال های اولیه یا اون سطح اشغال اصلی قطعه خودتون رو وارد بکنید و این عدد باید در بازه 0 تا 1 باشه. CP2 دوباره یک فیلد دیگه درست میکنید با عنوان CP2 که این مجددا باید بازه عددیش بین 0 تا 1 باشه و این مربوط میشه به سطح اشغال ثانویه‌ای که احتمالا شما در طبقات بالاتر خواهید داشت. و یک مورد فیلد داریم به عنوان FP که این مربوط میشه به تعداد طبقات که بازش نامحدوده. شما میتونید از 0 تا n طبقه داشته باشید. توی اتریبیوت تیبلتون یه فیلد درست میکنید اسمش FP و حالا هر شیپ میتونه یک عدد داشته باشه که تعداد طبقاتش باشه. و شما چون ما میخوایم در حوزه خیابون کار بکنیم و قطعات شرق و غرب باهاش متفاوت رفتار میشه، بهتره که یک فیلد درست کنید با عنوان سایت که یک سری قطعات رو بهش ایست اطلاق بکنید و یک سری رو وست با حروف کوچیک. اگر احیانا ورودی های شما یعنی فیلد شما مثلا وست با W بزرگ یا مثلا ایست با ای بزرگ یا مثلا CP1 نبوده عنوان فیلدتون چیز دیگه بوده که من توصیه میکنم که این اتفاق نیفته، ولی اگر این اتفاق افتاد شما ناچارید که بیایید توی همین کد رو باز بکنید این رولو و مثلا ایستی که اینجا ای کوچیک هست این رو تبدیل به ای بزرگ بکنید، یا مثلا اگر به جای CP1 نوشید کاورج اینجا سلکتش بکنید و این رو تبدیل به کاورج بکنید. ولی خب من میگم توصیه میکنم که این اتفاق نیفته و بذارید همین فرم اتریبیوت تیبل GIS تون رو هم به همین فرم باشه. برای اینکه این کد رو هم داشته باشید میتونید به ایمیل من پیام بدید تا من این کد رو در اختیارتون بذارم. بیایم سر کار اصلیمون. خب ما برای اینکه این کد رو اعمال بکنیم بعد یکی از قطعات رو سلکت بکنیم تا ببینیم توی این بخش سینمون مربوط میشه به کدوم لایه. این لایه برای ما پررنگ میشه. من روش کلیک راست میکنم، سلکت آبجکت میکنم که این قطعات یا لات ها برای ما سلکت بشن و حالا این کد رو درگ میکنم و میندازمش روی این قطعات. اتفاقی که میفته این کد الان اعمال شده ولی چیزی ساخته نشده. دلیلش اینه من دوباره اینا رو سلکت بکنم. همینطور که میبینید اینجا توی بخش اینسپکتور این پنجره مربوط به کد ما باز شده. دقت بکنید یک سری
شما دستور رو میتونید به صورت پارامتریک تغییر بدید که مهمترینش این حالت رگولیشنه. این حالت رگولیشن میگه که من اعمال ضوابط رو با چه منطقی پیش ببرم. الان اینجا GIS setback تعریف شده، چون منطق سطح اشغال ما داریم باش پیش میریم و setback با سطح اشغال تعریف نشده، من این رو میذارم رو حالت GIS split. همطور که میبینید قطعاتی که ضابطه داشتن اینجا به صورت اتوماتیک برای ما با ضابطه‌شون ساخته شدن. الان من اگر یک قطعه رو به عنوان مثال سلکت کنم، مثلا این قطعه، این به ما میگه که این قطعه‌ای که شما سلکت کردید به لحاظ هندسی یک قطعه کانوکس بوده، یعنی محدب بوده و به راحتی ساخت و ساز روش انجام شده. بخش غربی خیابان بوده، مربعی شکل نبوده و مربعی شکلی که در کنج خیابان هم باشه این قطعه نبوده. CPA یکش یعنی سطح اشغال اصلیش 60% بوده و سطح اشغال ثانویه نداشته. الان شما اگر این قطعه رو نگاه بکنید میبینید که این سطح اشغال ثانویه داره، یعنی طبقات بالاتر، یعنی به جز همکف طبقات بالاترش دوباره یه 60%، یعنی در واقع یه 20% عقب نشینی داشتن و 60% از کل قطعه رو در بر میگیرن. سایر چیزها مهم نیست، منتها FP رو دقت بکنید که باز اینجا 5 خورده، یعنی ساختمان 5 طبقه خواهد بود و از اینجا میتونید روتیشن ساخت این بنا رو در واقع عوض بکنید که ما فعلا باش کاری نداریم و سایر موارد هم مهم نیست. فقط این ابتدا مساحت قطعه هم براتون نشون میده که شما میتونید دستی هم بعدا محاسبه بکنید که الان این واقعا 60%ش رو ساخته یا نه، ولی خیالتون راحت باشه که این تست شده است این برنامه و در واقع درصدی که براش اعمال شده با یه ضریب خطای حدود حد اکثر 1 تا 2% اعمال میشه و مشکلی نداره. یک سری قطعات ساخته نشدن، در واقع این دلیلش این میتونه باشه که یکی از مهمترینش که یا اینا ضابطه ای نداشتن یا یه ضابطه داشتن یک هندسه خاصی داشتن، هندسه مقعر داشتن، مثل این که این الان حالت کانکیو یعنی مقعر گرفته و کد ترجیح داده که این رو نسازه و ساختش رو به عهده شما بذاره. شما باز اگر از این بخش بیاید رگولیشن رو بذارید رو حالت کاورج، میتونید به صورت دستی براش کاورج تعریف بکنید. مثلا میخوام این 80% بسازه و مثلا 60% هم در طبقات بالایی داشته باشه. این تو این حالتی ساختتش و البته مثلا تعداد طبقاتش هم توی GIS خورده بود که 5 طبقه باشه، پس ما همون 5 رو میذاریم باشه. بهتر بود که همون CP1 که تو GIS براش تعریف شده بود رو ما اعمال کنیم. پس من میام اینجا همین رو 60% میذارم و چون CP2 نداره این رو 0 میذارم و روتیشنش همونطور که گفتم میتونید تغییر بدید. حالا ما خیلی با این میگم کاری نداریم، بستگی داره که شما بخواید ساختمانتون کدوم جبهه ساخته باشه. من اینو فعلا توی 0 میذارم، این رو فعلا داشته باشیم. این در خصوص کد بود و کارهایی که شما میتونید به صورت پارامتری انجام بدید تا اعمال ضوابطتون به درستی اتفاق بیفته. این رو اضافه بکنیم که میتونید از حالتهای مختلفی، یه سری از اینا البته هنوز کدی براشون نوشته نشده ولی خیلی از اینا مثل منطق مربعی‌های داخل کنج یا ساخت به صورت استوانه یوشک ارشب، اینا همشون تعریف شده و همشون با منطق سطح اشغال کار میکنن که کد نسبتاً پیچیده‌ای داشت که ما موفق شدیم این رو آماده بکنیم. از اینجا به بعد ما میخوایم وارد مقوله آیزوویس بشیم. فقط قبلش من خیلی شماتیک این بناهای اطراف تئاتر شهر رو
یه چیزی بسازم، مثلا این رو بذاریم رو حالت کاوریج و بگیم برای ما 5 طبقه بسازه و مثلا سطح اشغالش هم فعلا میذاریم 100% بمونه، یا مثلا این قطعه رو دوباره بذاریم رو حالت کاوریج و این حالا 6 طبقه باقی بمونه، سطح اشغالشون هم فعلا میذاریم 100% باقی بمونه. این دوتا هم میذاریم رو حالت، مثلا این رو میتونیم برای اینکه تنوع بدیم بذاریم رو حالت اسکوئر رو اگر پیدا بکنم بذاریم روی اسکوئر این کورنر و مثلا یه 100% کاورج دوشو مثلا بدیم 20% عقب نشینی داشته باشه که این حالت ال شکل میسازه و این رو هم باز بدیم کاورج. خب ما به این ترتیب الان یک محور رو اومدیم ضوابطش رو اعمال کردیم. برای اینکه از ابزارهای در واقع دید سیتی انجین استفاده بکنیم، بعد بیایم در این نوار ابزار بالا، اگر ورژن سیتی انجینتون از 2023 فکر میکنم یا 4 به بعد باشه، به راحتی در این قسمت تو بخش ویزیبیلیتی تولز توی همین نوار بالا داریدش و میتونید سلکتش بکنید. فکر میکنم البته چون از 2023 یا 4 یک مقداری تم سیتی انجین عوض شده، از یک کلمات دیگه‌ای برای این ابزارها استفاده شده. مثلا قبلا اینجا این اسمش استریت نبود و الان تازه استریت شده و قبلا گراف بوده. یعنی شما اینکه خیابون میکشیدید بعد گراف رو سلکت میکردید، بعد اومدن جدیدن این رو اسمش رو همون استریت گذاشتن که واضح تر بشه. به هر حال ما میایم توی این بخش ویزیبیلیتی تولز، ما 3 تا ابزار داریم که یک ابزارمون بحث ویوشت هستش که ما میتونیم از یک نقطه‌ای به دلخواه انتخاب بکنیم و انتخاب کنیم که کدوم چه بخشی رو میخوایم دید بهش داشته باشیم، اون رو سلکت کنیم و این میاد به صورت اتوماتیک چیزی دیدی که ناظر داره و یک سری اعداد و ارقام و درصد بهمون میده که حالا بحث میکنیم که اینا هر کدوم منظورشون چیه. یه بحث دیگه ای که داریم آیزوویس و منطق رویت پذیری سه‌بعدی و به صورت دید کروی هستش که ما یک نقطه رو در نظر میگیریم به عنوان مثال طبقات بالای این ساختمون و با یک شعاعی، حالا ما اول این رو بذاریم، چرا اینقدر بزرگ میکنه، مثلا همینقدر کافیه. من اگر سلکت بکنم این وسط رو و اگر بیام از اینجا، به ما شعاع هم نشون میده که الان شما با چه شعاعی دارید این کره رو اعمال میکنید. ما مثلا میذاریم توی همون 60-70 متر بمونه کفایت میکنه و میگه از این نقطه شما به چه چیزایی دید دارید و به چه چیزایی دید ندارید و اون چیزی که شما دید دارید رو اینجا براتون ترسیم میکنه و میاره. در مورد درصداش حرف میزنیم. این رو فعلا من این رو هم دیلیت بکنم و یه بحثی داریم تحت عنوان ویو کوریدور که ما به عنوان مثال میخوایم ببینیم که اگر یک ناظر اینجا داشته باشیم چه دیدی نسبت به تئاتر شهر به عنوان یک کوریدور، یا مثلا شمال ولیعصر کوههای رشته کوههای البرزه که شما میتونید مثلا دم رو وارد بکنید تو سیتی انجین که اون یک مراحل مفصلی داره که بعد راجبش صحبت بشه توی بخش دیگه. دم رو وارد میکنید، روش تکسچر میسازید و مثلا میایید از یه بخش از خیابون ولیعصر این نوار افزار کوریدور رو اجرا میکنید تا سمت رشته کوههای البرز و ببینید چه چیزایی دیدتون رو نسبت به این کوها قطع کرده و نمیذاره شما خوب یه کوریدور خوب داشته باشید. حالا ما فرضاً اینجا برای تئاتر شهر مثلا یک چیزی اعمال میکنیم که میبینید اصلا چیزی دیده نمیشه. چیزی که دیده میشه در واقع تو این کوریدور، من اگه این رو بیارم یه جای بهتر بذارم،
چیزی که شما میبینید این هستش و در واقع تئاتر شهر دیده نمیشه. حالا اگر ما بیایم مثلا یک ست بکی رو برای این بنا داشته باشیم و بگیم که مثلا این برای ما 50% ساخته بشه، حالا این جهتش هم جهتی که ما میخوایم نیست، یه بخشی هم داره اینجا آلترناتیوز، میتونید جهت قرارگیری ساختمان رو توش عوض کنید، مثلا بذارم رو حالت 3 دومی و نه آلترناتیو اول رو اگه بذارم رو حالت 3، خب اینجا من الان انتظار دارم که یه دیدی داشته باشم اگر ساختمون های دیگه نه مثلا اینم جلوش رو گرفته. ما میایم برای همه اینا، البته اینا GIS هستن، اینا رو میذاریم رو حالت دستی و یه کاوریجی براشون میذاریم مثلا 50% بسازن، اینا هم همه رو هر دوتا رو بیاریم رو حالت آلترناتیو 3 که به این جهت بسازن. این رو هم بیایم بگیم که دستیش کنیم، بذاریمش رو حالت کاوریج که از GIS اطلاعات نگیره و بذاریمش روی آلترناتیو 3 با یه سطح اشغالی مثلا مثل 50% همه رو دادیم، حالا اینم 50 بدیم. حالا ببینیم آیا دیدی داریم به تئاتر شهر. یه خیلی فید ما اینجا یه چیزی میبینیم. اگر مثلا اینجا رو بخوایم که اصلا نسازه، این رو بذاریم رو حالت نان، باز یه امتحان بکنیم، هنوز این برای ما اجازه رویت پذیری خوبی رو نمیده. یکی با روتیشنش بازی میکنیم، حالا انتظار داریم که بیشتر معلوم باشه تئاتر شهر و این اتفاق هم افتاد. حالا با خوبی این رول و کد اینه که شما میتونید سطح اشغالی که حالا شما وقتی ضابطه میدید نمیتونید ببینید که چه جوری ساخته میشه و چه تأثیر روی رویت پذیری سایت داره، ولی وقتی که میای تو محیط سیتی انجین و به صورت پارامتری این متغیرها رو عوض میکنید، میفهمید که مثلا تا چه درصدی مثلا دید ما رو از یک نقطه نسبت به یک نشانه شهری نمیبنده. خب این معرفی 3 تا ابزار ویزیبیلیتی سیتی انجین بود. حالا بریم به اطلاعاتی که اینا به ما میدن در بخش بعدی بپردازیم. خب بریم برای معرفی داده هایی که هر کدوم از این ابزارهای ویزیبیلیتی به ما میدن. فقط من قبلش خیلی کلی آکس برای اینجا ترسیم بکنم، خیلی ارزش کمه. ما میتونیم اگر خیابونی ترسیم میکنیم بیایم ارزش رو به نسبت فاصله‌ای که این توده ها از هم دارن، قطعات از هم دارن تنظیم بکنیم. میایم تو این بخش گراف و معذرت میخوام تو بخش گراف از اینجا از این بخش فیت ویت تو شیپ این رو سلکت میکنیم. حالا فعلا با اینکه اینا چی هستن، چه متر و معیاری هستن کاری نداره، فقط اینو میذاریم رو حالت اسکیل، اینکه اسکیل بکنه خیابونمون رو. معذرت میخوام، اینکه پیاده روهامون هم به نسبت خود خیابون اسکیل بکنه، یعنی همین نسبت اکسترود بشه. این اگر رو حالت دو نات چینج باشه فقط میاد خیابون رو برای ما تعریض میکنه ولی با پیاده روها کاری نداره. ولی اگر ما مثلا این رو من یه کنترل زد بزنم، خب و اگر بیام مثلا این دفعه بذارم رو حالت اسکیل و اپلای بکنم، میبینید که پیاده رو هم به اون نسبت تعریض شدن. و اینکه یک مقدار شمای بهتری هم بگیره، من میام از کتابخونه کامپلیت استریت رول استفاده میکنم. کتابخونه‌ای که میتونید از سایت ازری هم شما تهیهش بکنید. تو این بخش رولش یک کد مفصلی برای خیابون نوشتن و ما این کامپلیت استریت رول سیمپل رو میاریم درگ میکنیم روی خیابون و میذاریم که استار رول اون حالت استریت باشه و منتظر میشیم تا این خیابون رو مدل بکنه. خیلی شماتیک، یک مقداری فرمت خوبی نداره این لاینا و اینا که ما حالا باهاش زیاد کاری نداریم برای اینکه وقت ویدیو هم زیاد گرفته نشه. فقط یه خیابونی خیلی شماتیک ما خواستیم داشته باشیم.
خب حالا کاری که ما میخوایم انجام بدیم استفاده مجدد از ویو شد کرییشن، ابزار ویو شد. و قبلش خوبه که ما مثلا ابعاد یک آدم رو هم داشته باشیم که مطابق اون انجام بدیم. و اگر بیام از یک کتابخونه دیگه استفاده بکنم، حالا شما میتونید آبجکت آدم بذارید. من فکر کنم اینجا asset آمادهش باشه. ببینیم چی داریم اینجا. آره یه فولدر مرتبط با پیپل داره. من یه آبجکت میارم مثلا اینجا درگ اند دراپ میکنم. همطور که میبینید یه آدم خیلی کژوال به ما داد. ما یا بیایم یه کمی روتیت بکنیم که مثلا رو به تئاتر شهر هم مثلا باشه. حالا بیایم ویو شدمون رو در واقع از راستای سر ایشون نسبت به تئاتر شهر داشته باشیم. خب اول بیایم ببینیم چه چیزی رو میبینه این آقا. چیزی که میبینه این هستش، در واقع یه بخش کوچکی از تئاتر شهر که سبز شده برای ایشون قابل رؤیته. حالا ما بیایم این رو بیشترش بکنیم، این شعار رو مثلا تا ته تئاتر شهر ببریم. این بخش رو از تئاتر شهر در واقع داره میبینه این آقا. و خب این تصویری بود که دید ناظرمونه. حالا ببینیم چه چیزی میده. میگه که آقا یه بخشی از چیزی که شما ناظرتون داره میبینه خالیه، که این چقدره؟ 26%. از این بخشی که داره رویت میکنه ناظر شما، چیزی هلوش 34%ش این ساختمونا هستن و چیزی هلوش 35% از اون بخشی که قابل رویته مرتبط با خود خیابون. حالا شما اگه مثلا الیویشن هم داشته باشید یا مثلا ترین و پستی بلندی هم داشته باشید تو سیتی انجین، مثلا یک لایه دیگه اضافه میشه. شما مثلا اگه آبجکت های مختلف، درخت ها رو داشته باشید، نمیدونم ماشینا رو داشته باشید، آبجکت های مختلف تو این صحنه داشته باشید، باز به این لیرها اضافه میشه که خیلی بهتره که این اتفاق بیفته. که شما میتونید اصلا ارزیابی بکنید که اصلا چند درصد از چه چیزی بیشتر چه چیزی توی فضا دیده میشه. حالا ما فعلا با این کاری نداریم. بیایم این درصدها رو گفتیم، ببینیم چه چیزای آماری بهمون میدن. یک مقدار این سفر کوچکتر بکنم. خیلی خوب. مورد اول هوریزونتال انگل آف ویو که 60 درجه و یعنی زاویه دید افقی 60 درجه و زاویه دید عمودی ورتیکال 30 درجه که حالت استاندارد هست رو خود سیتی انجین در نظر گرفته. ما میتونیم این رو تغییر هم بدیم. میتونیم مثلا تا 85 درجه ببینیم، ماکسیمومش فکر کنم 160 و فکر کنم تا 180 بیاد، تا 160 برای ما آورده. کنترل زد بزنیم که برگرده به اون حالت 60 درجه خودش. عمودی هم به همین صورت میتونیم تا چقدر تغییر بدیم؟ 150 تا اون هم تا همون 160 هم تا همون 160 که ما میتونیم این رو تغییر بدیم. مورد بعدی که به ما میده باگی که سیتی انجین داره اینه که شما باید حتما با سایز این بغل بازی بکنید تا بتونید کامل اینا رو داشته باشید. observed point مختصات x و y و z ناظریه که اینجا وایستاده و داره فضا رو observe میکنه. تیلت انگل در واقع اون زاویه‌ای هست که فرد سرش رو بلند کرده و داره به یک فضا خیره میشه. و یه هدینگ انگل هم داریم که اون در واقع به میزانیه که سرش رو اگر ما مثلا شمال رو جهت معیار قرار بدیم، این شروع میکنه سرش رو چرخوندن به شرق و غرب، که اینجا 1 درجه و 24 درجه ثبت شده. یعنی 1 درجه سر بالا اومده و 24 درجه سر به سمت راست چرخیده. و این ویو دیستنس در واقع میشه بیشترین فاصله‌ای که ما در نظر گرفتیم که فرد ببینه، که 268 متره، تقریبا 269 متره که فرد
بیشترین فاصله که داره میبینه که در واقع میشه شعاع این قطعه دیدی که این فرد داره. آقا چه اطلاعاتی میتونیم از این استخراج بکنیم؟ خب میدونیم آیزوویست یه سری شاخص ها داره که یکیش مربوط میشه به مساحت دید، عمق دید، محیطی که فرد داره میبینه. اولا که محیط قابل ترسیم اینجا و اینکه شما الان شعاعی که فرد داره رویت رو انجام میده دارید و میتونید از طریق حالا یا خودتون یا محاسبات هوش مصنوعی شما مساحت رو به دست بیارید، حجم دید رو در واقع به دست بیارید و شاخصهای دیگه آیزوویست، بیشترین و کمترین عمق دید رو شما میتونید نسبت به نشانه به دست بیارید که حالا اینا بیشتر در دید کروی و سه‌بعدی کاربرد داره که توضیح میدیمش. خب بریم سراغ ابزار بعدی. ما میخوایم از حالت ابزار دید ویوشت به حالت کرویش رو امتحان بکنیم. تو GIS هم میتونیم دو بعدی این قضیه رو داشته باشیم، ولی اینجا ما میتونیم به صورت یک کره و خیلی واضح این میدان دید رو ترسیم بکنیم و آنالیزش بکنیم. فقط بهتره که این آنالیز روی ساختمان‌های بلند مرتبه تر که بتونیم تفکیک طبقات، مثلا دید از طبقات مختلف رو بهتر بتونیم داشته باشیم، با تمایز بیشتر بتونیم داشته باشیم. ساختمان‌های مهمتر مثل هتل‌ها یا همچین کاربریایی یا مثلا تقاطع‌ها، مرکز اون محدوده‌ای که می‌خوایم مطالعه بکنیم، از این حالت استفاده می‌کنیم. ما الان ساختمون بلند مرتبه خاصی نداریم. حالا به عنوان مثال ما مثلا این زمینی که خالی افتاده اینجا رو میگیم که برای ما بسازه، میگیم که مثلا 80% رو بسازه. تو الان 80% جنوبی ساخته، ما میخواییم که مثلا جهت اینم عوض بکنیم، بذاریم رو حالت 3 که الان برای ما 80% غرب پارسل رو ساخته. 6 طبقه در نظرش گرفته، ما اینو بکنیم 10 طبقه که بلند مرتبه ترین سایت، بلند مرتبه ترین ساختمون بشه. حالا بیایم از این حالت ویودام اینجا رو به نمایندگی از طبقات فوقانی سلکت بکنیم و یه شعاعی بذاریم که کل محدوده رو تقریبا بگیره. حالا من ببینید طوری تنظیم بکنم که الان روی 400 متر تقریبا همه 480 متر تقریبا همه رو گرفته. خب اینجا تصویر چیزی که ناظر رو داریم و اینکه این پشت همش قرمز شده دلیلش اینه که ما نقطه رو گرفتیم روی سطح و خب ناظری که وای میسه یه ارتفاعی هم داره که حالا این پشت هم تا یه حدودی میتونه ببینه، ولی به هر حال از این فضایی که ما اینجا داریم 51%ش فضای خالیه تو این کره، ولی مابقی و مثلا 33%ش رو ساختمونا تشکیل دادن و مابقی رو خیابون. حالا باز میگم لایه های بیشتری داشته باشیم میتونیم تفکیک های بهتری انجام بدیم. اتفاقی که الان افتاده، الان تئاتر شهر یه بخشش قابل رؤیته. الان من دوست دارم کسی که مثلا این یه هتله، دوست دارم کسی که در طبقات فوقانی زندگی میکنه بتونه نمای کاملتری از تئاتر شهر داشته باشه. من میام این طبقاتش رو از 10 طبقه به 15 طبقه میرسونم و حالا میام این منطق ویودام رو، این ابزار رو اگر سلکتش بکنه بر من، حالا که الان سلکت شده، من این رو میکشم بالاتر تا برسم به اینجا. الان میبینم که بخش بیشتری از تئاتر شهر داره دیده میشه ولی کامل نیست. اگر این ساختمون مثلا جهت ساختش عوض بشه و بیاد روی حالت 1 بسازه، به این کدوم حالت بهتره؟ مثلا اگه 4 بذاریم که دقیقا قرین اون بسازه، میبینید باز یک بخشی از دید رو داره مخدوش میکنه. اگر مثلا اینم به جای 6 طبقه بشه همون 4 طبقه که تو ضابطش خورده، الان ما دید رو مثلا از این هتل به تئاتر شهر کاملا خیلی بهتر داریم. یه بخش
کوچیکش رو فقط ناظر نمیتونه ببینه. اگه ما بیایم مثلا توی طبقات وسط این دید رو تحلیل بکنیم، یک مقداری کند شده سیستم، سلکت رو انجام بدیم، بیایم این رو بکشیم توی طبقات وسطی. میبینید باز یه دید محدودی از بالای تئاتر شهر مثلا داریم و در طبقات ابتدایی هم که اصلا دید خاصی نداریم. اطلاعاتی هم که ما میده دوباره مختصات فردیه که اینجا ایستاده و شعاع کره که ما میتونیم ازش برای تحلیلمون استفاده بکنیم. من این رو دیلیتش بکنم و بریم سراغ ابزار بعدی.